در اوکراین گروه‌های سوختارنشانی کهنه‌ترین کینوتئاتر کییو را که روزی پیش در نتیجه سوختار زیان دیده بود، پاککاری کردند. کینوتئاتری که در سال 1931 ساخته شده است، هنگام نمایش یک فیلم درباره همجنسگراها مورد حمله قرار گرفت. هفته روان ازدحام در نزد این کینوتئاتر جمع شده از مأموران آن طلب کرده بودند از نمایش سلسله فیلم‌ها درباره همجنسگراها خودداری کنند. در شهر پشاور پاکستان همایش با هدف آگاه نمودن مردم از خطر سرطان سینه برپا شد. طبیبان و دانشجویان کالج طبی خیبر شهر پشاور با مقصد تشویق چاره‌بینی‌های مربوط با جلوگیری از سرطان سینه از حکومت دعوت کردند معرکه سراسری تفتیش‌های منظم را راه اندازی کند. طبیبان پاکستانی میگویند سرطان سینه سال حیاتی تا 40,000 زن این کشور را از بین برده، بیش از دیگر نمودهای سرطان مشاهده شده است. در مرکز ملی خدمات پاسپورتی قرقیزستان در شهر بیشکک مراسمی با تنتنه تقدیم شهروندی به 12 فرد بدون منصوبیت به کشور دایر گشت. بر پایه این لایحه که سال روان آغاز یافته است، قرقیزستان به قرقیزهایی که از کشورهای دیگر به وطن باباییشان برگشتند و یا قرقیزهایی که بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی از شهروندی محروم شده اند، تابعیت این کشور را تقدیم می کند. یگانه شرکت هوایی ارمنستان ایر ارمنیا که 20 هواپیما دارد، تصمیم گرفته است تا 20 دکبر پروازهایش را متوقف کند. این شرکت می گوید سال گذشته ارمنستان سیاست حریم هوایی آزاد را اعلام کرد و در نتیجه حاضر 80% بازار خدمات هوایی ارمنستان را شرکت‌های روسی تحت نظارت خود قرار دادند.